به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. این کتاب هنوز فصل اولش اومده و بقیه فصلها به مرور طی 1 سال آینده خواهد اومد. کتاب جدید قائم آل محمد عبدالله هاشم اباصادق منه السلام. پیشگویی‌های کتاب مقدس درباره مهدی. این کتاب به بررسی بسیاری از اسرار ماندگار کتاب مقدس می‌پردازد. ارتباط آنها را با پیامبر اکرم و خاندان پاکشان علیه السلام واکاوی می‌کند. فصل اول این کتاب فراری برهنه نام دارد. این فصل به بررسی یکی از مرموزترین و اغلب نادیده گرفته شده ترین شخصیت‌های عهد جدید می‌پردازد. جوانی پر رمز و راز که در زمان دستگیری حضرت عیسی ظاهر می‌شود و ناگهان از صحنه می‌گریزد. رویدادی که سوالات بسیاری را پاسخ می‌دهد. من در این فصل هویت این شخصیت معماگونه، اهمیت حضور او و چگونگی اشاره این جزئیات به ظاهر کوچک را به یک روایت پیشگویانه بسیار بزرگتر بررسی کردم. روایتی که هر دو سنت اسلامی و کتاب مقدس را در بر می‌گیرد. این فصل را برای مطالعه و لذت شما در اینجا به اشتراک می‌گذارم. این فصل اول به صورت انگلیسی هستش، یعنی همه فصل‌ها به صورت انگلیسی ارائه میشه و اگر کسی بخواد میتونه خودش ترجمه کنه. من این چند صفحه رو ترجمه کردم و برای شما میخونم. لطفاً با من همراه باشید. ابتدا انجیل مرقس یا مرقس یا مرقس هستش که من آنچه که سرچ کردم در گوگل انواع تلفظا رو برای این کلمه به من داده بود. من که تلفظ مرقس رو انتخاب میکنم و با همدیگه این کتاب رو ورق میزنیم. در انجیل مرقس باب 14 عیسی دستگیر می شود. شاگردانش را رها کرده و می گریزند. در واقع متن به صراحت می گوید که همه او را ترک کرده و گریختند. با این حال در میان این صحنه مرقس شخصیتی مرموز را معرفی می کند که تا آخرین لحظه با عیسی می ماند. جوانی که جز کتان پوشی بر تن نداشت. دنبال عیسی می آمد. وقتی او را گرفتند آن جوان برهنه گریخت و کتان پوش خود را بر جای گذاشت. انجیل هیچ توضیح بیشتری درباره هویت این جوان نمی دهد. به ما گفته نمی شود که او که بود، از کجا آمد یا پس از فرار به کجا رفت. او ناگهان ظاهر می شود و به همان سرعت ناپدید می شود. جزئیات اندکی که ارائه شدند به طرز عجیبی عمدی به نظر می رسند. به ما گفته می شود که او جوان بود. دنبال عیسی می آمد و هنگام فرار کتان پوش خود را بر جای گذاشت. گنجاندن این جزئیات که غیر از این توضیح داده نشده پرسش مهمی را مطرح می کند. چرا مرقس این واقعه را به کلی حفظ کرده است؟ شاید کتان پوش بر جای مانده چیزی فراتر از یک جزئیات گذرا باشد. شاید سرنخی باشد که نویسنده درباره هویت این جوان مرموز بر جای گذاشته است. این واقعیت که از این جوان تنها پس از آنکه همه دیگران گریخته و عیسی را رها کرده نام برده می شود، او را از دیگران متمایز می کند. از رسولان متمایز است. او به عنوان شخصیتی جداگانه معرفی می شود. کسی که تا لحظه دستگیری در نزدیکی عیسی می ماند. این به طور طبیعی این پرسش را مطرح می کند. او چه بود؟ برای پاسخ به این پرسش باید به رویدادهای بلافاصله پیش از دستگیری نگاه کنیم. پیش از آنکه عیسی بازداشت شود، در باغ گتسیمانی با رسولان خود به سر میبرد. باغ گتسیمانی یک باغی هستش در پایین کوه زیتون در شهر اورشلیم. در آنجا در آخرین لحظات پیش از دستگیریش است که باید به دنبال هر گونه اشاره
به افراد دیگری غیر از 12 رسول بگردیم. شاید در دل آن صحنه بتوانیم سرنخی برای هویت این جوان مرموز بیابیم. در انجیل لوقا باب 22 عیسی را در باغ گتسیمانی می‌یابیم، در حالی که رسولانش در خوابند. عیسی کنار می‌کشد تا دعا کند. پدر، اگر خواهی این جام را از من دور کن، اما نه خواست من بلکه خواست تو انجام شود. در پاسخ به این دعا خداوند فرشته‌ای را نزد او می‌فرستد. لوقا ثبت می‌کند فرشته‌ای از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد. این جزئیات به ویژه قابل توجه است، زیرا شخصیت جدیدی را در لحظه‌ای حساس به روایت وارد می‌کند. فرشته‌ای ناگهان در کنار عیسی ظاهر می‌شود. با این حال انجیل هرگز خروج او را ثبت نمی‌کند. روایت مستقیما از ظهور فرشته به برخاستن عیسی از دعا، بیدار کردن شاگردانش و رویارویی با رویدادهایی که به دستگیری او می‌انجامد منتقل می‌شود. فرشته ناگهان وارد داستان می‌شود و سپس به نظر می‌رسد که به همان اندازه مرموزانه از آن محو می‌شود. این پرسش مهمی را مطرح می‌کند. پس از دستگیری عیسی چه بر سر او آمد؟ واژه یونانی که تقویت کرد ترجمه شده. می‌تواند معنای حمایت کردن یا نیرو بخشیدن را نیز در بر داشته باشد. این جزئیات وقتی در کنار دعای عیسی در گتسیمانی در نظر گرفته شود، قابل توجه می شود. عیسی دعا کرد: پدر، اگر خواهی این جام را از من دور کن، اما نه خواست من بلکه خواست تو انجام شود. عیسی با این دعا چیزی را از پدر درخواست می کرد. در جای دیگر آموخت: به یقین به شما می گویم هرچه را که به نام من از پدر بخواهید به شما عطا خواهد کرد. اگر این وعده در مورد پیروانش صادق بود، چقدر بیشتر در مورد خود عیسی صادق خواهد بود؟ بنابراین پرسش طبیعی این است که خدا چگونه دعای مربوط به جام را اجابت کرد؟ پاسخ لوقا فوری است. فرشته‌ای از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد. متن صرفاً نمیگوید که فرشته عیسی را دلداری داد، بلکه میگوید که او را تقویت کرد. اما این تقویت به چه صورتی رخ داد؟ یک احتمال این است که فرشته با کمک به تحقق همان درخواستی که عیسی تازه مطرح کرده بود، او را تقویت کرد. این ایده بی سابقه نیست. در کتاب مقدس خدا اغلب بندگانش را با فرستادن شخصی دیگر برای کمک به آنها در مأموریتشان تقویت می کند. وقتی موسی از خدا یاری خواست، چنین دعا کرد: و برای من از خاندانم کسی را قرار ده که در تحمل بارم به من یاری رساند. هارون برادرم مرا به واسطه او تقویت کن. قرآن سوره طه. در این مورد خدا موسی را به واسطه هارون تقویت کرد. آن تقویت در قالب یک باور منسوب از سوی خداوند صورت گرفت. اگر خدا موسی را با فرستادن هارون تقویت کرد، آیا ممکن است که عیسی نیز به وسیله فرشته‌ای که در گتسیمانی ظاهر شد تقویت شده باشد؟ این احتمال شایسته تأمل است، همچنان که به بررسی هویت و نقش این شخصیت مرموز ادامه می‌دهیم. جالب اینجاست که برخی از سنت‌های اسلامی از جوانی مرموز سخن می‌گویند که داوطلب می‌شود جای عیسی را بگیرد. این روایت شخصیتی را معرفی می‌کند که توصیفش شباهت چشمگیری به جوان ناشناس موجود در گزارش‌های انجیل دارد. یکی از روایات منسوب به ابن عباس چنین می‌گوید: عیسی هنگامی که خدا خواست او را بالا ببرد، بر یارانش ظاهر شد و گفت: کدام یک از شما آماده است که شباهت من بر او افکنده شود تا او به جای من کشته شود و با من در درجه ام باشد؟ جوانی برخاست و گفت: من. عیسی گفت: بشین. دوباره سؤال خود را تکرار کرد و باز آن جوان برخاست. عیسی گفت: بشین. وقتی برای سومین بار پرسید، آن جوان بار دیگر داوطلب شد. عیسی سپس گفت: آری، تو هستی.
پس شباهت عیسی بر او افکنده شد و عیسی بالا برده شد. سپس یهودیان آمدند، آن مرد را گرفتند، کشتند و به دار آویختند. چند نکته قابل توجه است. داوطلب به طور خاص به عنوان یک جوان توصیف شده است. او حاضر است خود را به جای عیسی فدا کند و عیسی وعده می‌دهد که او در درجه‌اش شریک خواهد بود. از همه مهمتر این روایت نشان می‌دهد که شخصیت جوانی را معرفی می‌کند که یار عیسی است و ناگهان در حساس‌ترین لحظه روایت ظاهر می‌شود. درست همانطور که جوان مرموز در گزارش‌های انجیل در حول و حوش دستگیری و مصلوب شدن ظاهر می‌شود. آیا ممکن است این روایات به همان فرد اشاره داشته باشند؟ اگر چنین باشد، آن جوان نام برده نشده که به طور مختصر در اناجیل ظاهر می شود، ممکن است اصلا شخصیتی تصادفی نباشد، بلکه چهره‌ای با اهمیتی بسیار فراتر از آنچه قبلا تصور می شد باشد. پس از مصلوب شدن، شاگردان به سوی آرامگاهی شتافتند که قرار بود عیسی در آن دفن شده باشد. در آنجا با جزئیات عجیب دیگری روبرو شدند. یوحنا ثبت می‌کند: سپس شمعون پطرس از پی او آمد و مستقیم به درون آرامگاه رفت. کتان‌پوش‌هایی را که آنجا افتاده بود دید. همچنین دستاری که دور سر عیسی پیچیده شده بود. آن دستار همچنان در جای خود افتاده بود، جدا از کتان‌پوش‌ها. بار دیگر با کتانی بر جای مانده روبرو می‌شویم. پیشتر جوان مرموز پس از رها کردن کتان‌پوش خود گریخت. اکنون کتانی که با عیسی مرتبط است در آرامگاه باقی می‌ماند. با این حال پیکر هیچ جا یافت نمی‌شود. الگو چشمگیر است. کتان بر جای می‌ماند در حالی که فرد مرتبط با آن رفته است. راز وقتی عمیق‌تر می‌شود که به گزارش مرقس روی می‌یابد. هنگام رسیدن به آرامگاه زنان عیسی را نمی‌یابند. در عوض با جوانی روبرو می‌شوند. هنگامی که وارد آرامگاه شدند، جوانی را دیدند که جامه سفید پوشیده و در سمت راست نشسته بود و ترسیدند. این جزئیات شایسته تأمل دقیق است. انجیل این راز را با جوانی ناشناس آغاز کرد که در هنگام دستگیری عیسی ظاهر شد و پس از بر جای گذاشتن کتان‌پوش خود ناپدید گشت. اکنون جوان ناشناس دیگری را معرفی می‌کند که جامه سفید پوشیده و درست در همان جایی که انتظار می‌رفت عیسی باشد نشسته است. وقتی این جزئیات را در کنار هم می‌نگریم، احتمال قابل توجه را آشکار می‌کند. ممکن است آن جوان درون آرامگاه دقیقاً همان شخصیتی باشد که در جتیسمانی به عنوان فرشته‌ای که عیسی را تقویت کرد ظاهر شد، که بعداً در دستگیری با بر جای گذاشتن کتان‌پوش خود گریخت و که به گفته سنت اسلامی داوطلب شد جای عیسی را بگیرد. اگر چنین باشد، آن جوانی که در آرامگاه نشسته است صرفاً یک پیام‌آور نیست که آنچه بر سر عیسی آمده را اعلام کند. او همان فردی است که جای عیسی را گرفت. در این نقطه کتان بر جای مانده به عنوان یکی از مهمترین سرنخ‌های کل روایت ظهور می‌کند. نخست در دستگیری عیسی ظاهر می‌شود که توسط جوان مرموز هنگام فرار رها شده است. بار دیگر در آرامگاه ظاهر می‌شود، بر جای مانده در حالی که شخص مرتبط با آن رفته است. در هر دو مورد کتان گواه خاموشی بر یک فرار موفق است. اگر این الگو قابل توجه است، باید بپرسیم که آیا کتاب مقدس شامل مثال دیگری از شخصیتی صالح است که در حالی که جامه‌اش را بر جا می‌گذارد می‌گریزد؟ به طرز قابل توجهی فقط یک نمونه وجود دارد. در سفر پیدایش یوسف از همسر پوتیفار می‌گریزد. پس از آنکه او سعی می‌کند او را فریب دهد، او یوسف را به جامه‌اش گرفت و گفت با من بخواب. اما یوسف جامه‌اش را در دست او رها کرد و گریخت و به بیرون دوید. این تشابه چشمگیر است. درست مانند جوان مرموز، یوسف در حالی می‌گریزد که جامه‌اش را رها می‌کند. در هر دو مورد لباس بر جای مانده
به عنوان گواه رویدادی که قبلا رخ داده باقی میماند. آیا این میتواند بیش از یک تصادف باشد؟ آیا کتان بر جای مانده در دستگیری و در آرامگاه میتواند خواننده را به سوی یوسف راهنمایی کند؟ اگر چنین باشد، احتمالی جذاب مطرح می شود. فرشته‌ای که عیسی را در جسیسوانی تقویت کرد، جوانی که از دستگیری گریخت و جوانی که در آرامگاه یافت شد، همگی ممکن است به یوسف پسر یعقوب، پیامبری که یک بار با بر جای گذاشتن جامه‌اش گریخت. در نگاه اول این پیشنهاد که فرشته‌ای که عیسی را تقویت کرد ممکن است یوسف باشد شاید غیرعادی به نظر برسد. با این حال وقتی در پرتو دیگر متون کتاب مقدس به آن نگریسته شود، این ایده به اندازه‌ای که در ابتدا به نظر می‌رسد دور از ذهن نیست. کتاب مقدس شامل چندین نمونه است که در آنها عیسی با شخصیت‌های عهد عتیق مرتبط شده است. برای مثلا عیسی یحیای تعمید دهنده را با الیاس یکی دانست و فرمود و اگر می‌خواهید بپذیرید او همان الیاسی است که باید می‌آمد. همچنین در هنگام تجلی عیسی با 2 تن از بزرگترین پیامبران اسرائیل همراه بود. ناگهان موسی و الیاس در برابرشان ظاهر شدند و با عیسی گفتگو می‌کردند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که ظهور شخصیت‌های عهد عتیق در ارتباط با عیسی با روایت کتاب مقدس بیگانه نیست. الیاس با رسالت او پیوند داده شده است و هم موسی و هم الیاس در لحظه‌ای حساس از مأموریت او در کنارش ظاهر می‌شوند. اگر عیسی می‌توانست با موسی و الیاس همراه شود، چرا باید غیر ممکن به نظر برسد که پیامبری دیگر نیز در ارتباط با او ظاهر شود؟ هنگامی که این احتمال پذیرفته شود، این پرسش به طور طبیعی مطرح می شود. آیا یوسف که زندگیش تشابهات چشمگیر بسیاری با زندگی عیسی دارد، نیز می توانسته حضور داشته باشد؟ این ایده ممکن است غیر منتظره باشد، اما بی سابقه نیست. خود کتاب مقدس نمونه‌هایی از ظهور پیامبران در کنار عیسی ارائه می‌دهد که راه را برای این احتمال باز می‌کند که یوسف ممکن است در این رویدادها نقشی ایفا کرده باشد که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. این احتمال صرفاً نظری نیست، بلکه به صراحت در تعالیم امام احمد حسن که صلوات بر او باد در کتاب غایة الحکیم صفحه 170 امام احمد حسن می‌فرماید و یوسف خود را به جای عیسی فدا کرد و به جای او به دار آویخته شد و این یکی از دلایلی است که یوسف را شایسته بازگشت به عنوان مهدی گردانید. این بیانیه قابل توجه است، زیرا به طور مستقیم یوسف را به عنوان کسی که جای عیسی را گرفت معرفی می‌کند و همچنین او را به شخصیت مهدی پیوند می‌زند. آنچه به عنوان مجموعه‌ای از سرنخ‌ها در درون روایت کتاب مقدس آغاز شده بود، اکنون در یک روایت صریح پشتیبانی می‌یابد. روایات دیگری نیز جانشین عیسی را به مهدی مرتبط می‌کنند. در یکی از روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای علی ابن ابی طالب علیه السلام دعا می‌کند و می‌فرماید: خدایا هیچ چیزی از این دنیا را بر علی پنهان مکن تا اینکه همه آن را مانند سفره کوچک میان دستانش قرار دهی. خدایا به او شکیبایی موسی را عطا کن و در نسل او همتای عیسی را قرار بده. این دعا از آن رو حائز اهمیت است که از بازگشت همتای عیسی از طریق نسل علی سخن میگوید. در سنت اسلامی مهدی نیز از نسل و جانشینان علی است. بنابراین این روایت پیوندی مستقیم بین جانشین عیسی و مهدی برقرار می‌کند. این ارتباط زمانی قانع کننده تر می شود که در کنار وعده‌ای که عیسی به کسی که داوطلب شد جای او را بگیرد قرار گیرد. کدام یک از شما آماده است که شباهت من بر او افکنده شود تا او به جای من کشته شود و با من در درجه ام باشد؟ به داوطلب نه تنها شباهت عیسی بلکه درجه او نیز وعده داده شده. اگر عیسی مقام یک شخصیت نجات دهنده را دارد،
پس به کسی که خود را به جای عیسی فدا کرد مشارکت در همان مقام والا وعده داده شده بود. بنابراین روایاتی که جانشین را به مهدی پیوند می‌دهد به ویژه معنادار می‌شوند، زیرا نشان می‌دهند که کسی که جای عیسی را گرفت مقدر بود که در نقشی با ژرفای معنوی بسیار بازگردد. تشخیص یوسف به عنوان جانشین عیسی زمانی جذاب‌تر می‌شود که حقیقتی را در نظر آوریم که مدت‌هاست توسط محققان کتاب مقدس و متکلمان مسیحی شناخته شده است. یوسف یکی از روشن‌ترین پیشنمایش‌های عیسی در سراسر عهد عتیق است. برای قرن‌ها مفسران به تشابهات چشمگیر بین زندگی این دو شخصیت اشاره کردند، اگرچه نسل‌های بسیاری آنها را از هم جدا می‌کند. داستان یوسف به نظر می‌رسد که داستان عیسی را با جزئیاتی قابل توجه پیش‌بینی می‌کند. 1. هر دو پسران محبوب پدر خود بودند. 2. هر دو توسط برادران خود بنی اسرائیل طرد شدند. 3. هر دو هدف توطئه‌های برادران خود قرار گرفتند. 4. هر دو به نقره فروخته شدند. 5. هر دو توسط یهودا تسلیم شدند. 6. هر دو از جامه‌های خود عریان شدند. 7. هر دو رنج کشیدگانی بیگناه بودند. 8. هر دو به ناحق متهم شدند. 9. هر دو با وجود بیگناهی محکوم شدند. 10. هر دو زندانی یا بازداشت شدند. 11. هر دو پس از خواری والا گردیدند. 12. هر دو به فرمانروایی بر یک پادشاهی منصوب شدند. 13. هر دو نجات دهنده دیگران شدند. 14. هر دو نان و غذا به جهان ارائه دادند. 15. هر دو مورد پذیرش غیر یهودیان قرار گرفتند. 16. هر دو توسط برادران خود شناخته نشدند. 17. هر دو بعداً خود را به کسانی که طردشان کرده بودند آشکار کردند. 18. هر دو کسانی را که به آنها ستم کرده بودند بخشیدند. ارتباط بین یوسف و مهدی صرفاً از تیپ شناسی کتاب مقدسی استنباط نمی شود، بلکه در سنت اسلامی نیز به صراحت بیان شده است. از امام جعفر صادق علیه السلام درباره امر قائم مهدی پرسیده شد. در پاسخ ایشان به مثال یوسف اشاره کردند و فرمودند به درستی که در قائم سنتی از یوسف وجود دارد. گفتم گویا شما به حیرت یا غیبت اشاره دارید. فرمود و چه چیز در این مورد برای انکار وجود دارد؟ برادران یوسف قبایلی بودند، پسران پیامبران. آنها با یوسف تجارت کردند، با او خرید و فروش نمودند و با او سخن گفتند، در حالی که برادرانشان بودند و او برادرشان بود، اما او را نشناختند تا آنکه یوسف به آنها گفت من یوسف هستم. چگونه این امت میتواند انکار کند که الله توانا و شکوهمند ممکن است در زمانی خاص بخواهد حجت خود را پنهان دارد؟ یوسف پادشاهی مصر را در اختیار داشت و فاصله میان او و پدرش 18 روز راه بود. اگر خدا میخواست جایگاه او را آشکار کند میتوانست این کار را بکند. پس چرا این امت این را عجیب می‌یابد که خدا با حجت خود همان کند که با یوسف کرد؟ اینکه او در بازارهایشان رفت و آمد کند، بر فرش‌هایشان گام نهد در حالی که او را نمی‌شناسند، تا زمانی که خدا به او اجازه دهد خود را به آنها بشناساند، همان گونه که به یوسف اجازه داد. هنگامی که گفت آیا می‌دانید با یوسف و برادرش وقتی نادان بودید چه کردید؟ گفتند آیا تو واقعاً یوسفی؟ گفت من یوسفم و این برادر من است. این روایت از چند جهت قابل توجه است. اول، ارتباطی مستقیم بین یوسف و مهدی برقرار می کند. دوم، ویژگی بارز مشترک بین این دو شخصیت را مشخص می کند. آنها در میان قوم خود حضور دارند اما ناشناخته می مانند. یوسف در سرزمینی دور و دست نیافتنی برای برادرانش پنهان نبود. آنها در برابر او می ایستادند، با او سخن می گفتند، با او داد و ستد می کردند و بارها با او تعامل داشتند. با وجود آشنایی با او تا لحظه‌ای که او تصمیم گرفت خود را آشکار کند نتوانستند او را بشناسند. به گفته امام صادق همان پدیده برای مهدی نیز رخ خواهد داد. او در میان مردم زندگی خواهد کرد
در بازارهایشان رفت و آمد خواهد نمود و بر فرش‌هایشان گام خواهد نهاد، در حالی که برای آنها ناشناس می‌ماند. مشکل غیبت او نخواهد بود، بلکه ناتوانایی آنها در شناخت اوست. این روایت وقتی در کنار تشابهات بین یوسف و عیسی در نظر گرفته شود، به ویژه قابل توجه می شود. یوسف پیشنمای عیسی است. یوسف به عنوان جانشین عیسی معرفی شده است و یوسف به صراحت به مهدی پیوند خورده است. نتیجه رشته‌ای پیوسته است که هر سه شخصیت را به هم متصل می کند. آنچه به عنوان معمایی پیرامون جوانی بینام در اناجیل آغاز می شود، به طور فزاینده‌ای به سوی یوسف اشاره دارد و از طریق یوسف به سوی خود مهدی. می توان بینش دیگری نیز از این روایت استخراج کرد. هم داستان یوسف و هم روایت مربوط به مهدی تأکیدی فوق‌العاده بر یک جزئیات واحد دارند: ناتوانی مردم در شناخت کسی که باید او را می شناختند. برادران یوسف او را بهتر از هر کسی می شناختند. آنها با او بزرگ شده بودند، با او زندگی کرده بودند و خانواده یکسان داشتند. با این حال هنگامی که در مصر در برابر او ایستادند، نتوانستند او را بشناسند. امام صادق به همین پدیده به عنوان کلیدی برای درک غیبت و ظهور مهدی اشاره می کند. این پرسش مهمی را مطرح می کند: چرا برادران یوسف نتوانستند او را بشناسند؟ هنگامی که یوسف از خانواده‌اش جدا شد، یک چوپان جوان عبرانی بود. او مطابق با آداب و رسوم بنی اسرائیل زندگی می‌کرد. به زبان آنها سخن می‌گفت. مانند آنها لباس می‌پوشید و از نظر فرهنگی یکی از آنها به نظر می‌رسید. با این حال هنگامی که برادرانش سالها بعد با او روبرو شدند، همه چیز تغییر کرده بود. یوسف دیگر یک چوپان نبود. او حاکم مصر و دستراست فرعون بود. او به زبان مصری‌ها سخن می‌گفت، لباس مصری می‌پوشید و بالاترین سطوح جامعه مصر را اشغال کرده بود. او احتمالاً با نمادهای اقتدار و جایگاه مصری آراسته شده بود. در ظاهر زبان و فرهنگ او دیگر شبیه آن چوپان جوانی نبود که برادرانش می‌شناختند. بنابراین مسئله این نبود که یوسف از آنها غایب بود. مسئله این بود که او در قالبی ظاهر شد که انتظارش را نداشتند. این مشاهده نوری در مقایسه امام صادق بین یوسف و مهدی می‌افکند. همان گونه که یوسف در میان برادران خود حضور داشت اما ناشناخته ماند، زیرا به گونه‌ای متفاوت از آنچه انتظار داشتند ظاهر شد. مهدی نیز ممکن است در میان مردم حضور داشته باشد اما برای آنها ناشناس بماند. روایت حاکی از آن است که مانع شناخت لزوماً فاصله، پنهانکاری یا غیبت فیزیکی نیست، بلکه ممکن است فرضیاتی باشد که مردم در مورد اینکه حجت خدا چگونه باید ظاهر شود در ذهن دارند. اگر مردم انتظار داشته باشند که مهدی به زبان خاصی سخن بگوید، به شیوهی مشخص لباس بپوشد، از سرزمینی معین ظهور کند یا مطابق با انتظارات فرهنگی آشنا باشد، ممکن است او را به همان دلیلی نادیده بگیرند که برادران یوسف را نادیده گرفتند. بنابراین درس یوسف صرفاً این نیست که برگزیده خدا میتواند پنهان باشد، بلکه این است که او میتواند آشکارا در برابر مردم بایستد و همچنان دیده نشود، زیرا با تصویری که آنها در ذهن خود ساخته‌اند مطابقت ندارد. در این مرحله دو پرسش مهم باقی میماند. اگر آن شخصیت مرموز یوسف است، چرا به عنوان فرشته توصیف شده است؟ و چرا گزارش‌های انجیل بارها تاکید می‌کنند که او به صورت یک جوان ظاهر می‌شود؟ جالب اینجاست که پاسخ احتمالی به هر دو پرسش را می‌توان در برخی از سنت‌های عرفانی یهودیا. خاخام اسحاق لوریا می‌نویسد که یوسف روحی دوم دریافت کرد. روح خنوخ یا اخنوخ در تفسیر مزمور بیان می‌کند: او این راز آن را به عنوان شهادتی برای یوسف نهاده است، زیرا یوسف شایسته شد که نشامه یا روح خنوخ را دریافت کند که شاهد من نامیده می شود. از این رو یوسف خوش‌سیما بود، زیرا شایسته زیبایی آدم شد. با این حال یوسف تا شب پایان 2 سال، زمانی که مقرر شد از زندان خارج شود و به عظمت برسد، شایسته این نشد. آن شب جبرئیل آمد
و 70 زبان به او آموخت. آنچه در واقع رخ داد این بود که نشامه خنوخ یا روح خنوخ متترون که فرشته‌ای مسئول 70 امت است که 70 زبان آن امتها را می‌داند، آن شب در او وارد شد و بلافاصله او 70 زبان را آموخت. بر اساس این سنت یوسف با روح خنوخ مرتبط شد که در ادبیات بعدی یهود با متترون یکی دانسته می شود. متترون جایگاهی منحصر به فرد در اندیشه عرفانی یهود دارد، به عنوان موجودی آسمانی والا که اغلب به صورت فرشته‌ای و شاهزاده‌ای بر امتها توصیف می شود. این سنت از آن رو حائز اهمیت است که توضیحی ممکن برای اینکه چرا یوسف میتواند با هویتی فرشته‌وار مرتبط شود ارائه میدهد. اگر یوسف با روح خنوخ یا متترون متحد شده باشد، آنگاه ارتباط بین یوسف و یک شخصیت فرشته‌وار دیگر به اندازه ابتدا غیر منتظره نخواهد بود. پرسش دوم به توصیف مکرر شخصیت مرموز به عنوان یک جوان مربوط می شود. در اینجا نیز سنت‌های پیرامون متترون مرتبط می‌شوند. در ادبیات یهود متترون اغلب با عنوان جوان خوانده می‌شود. این عنوان بر جایگاه او به عنوان نماینده جوان پادشاهی آسمان تاکید دارد و او را از والاترین حق تعالی متمایز می‌کند. به طرز قابل توجهی عنوانی مشابه در سنت‌های اسلامی درباره مهدی نیز ظاهر می‌شود. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود به درستی که با او گنجی در طالقان خواهد بود، نه از طلا و نه از نقره. 12,000 نفر در خراسان خواهند بود که شعارشان احمد است. جوانی از بنی هاشم آنها را رهبری خواهد کرد، سوار بر استری خاکستری مایل به سفید. بر سر او عمامه‌ای سرخ خواهد بود، گویی او را می‌بینم که از فرات می‌گذرد. پس هنگامی که این را شنیدید به سوی او بشتابید، حتی اگر ناچار شدید روی برف بخیزید. عنوان تکراری جوان قابل توجه است. گزارش‌های انجیل از جوانی سخن می‌گوید. سنت‌های یهود متترون را با عنوان جوان مرتبط می‌دانند. سنت‌های اسلامی نیز مهدی را به عنوان جوان توصیف می‌کنند. هنگامی که اینها را در کنار هم می‌نگریم، این سنت‌ها حلقه‌ای دیگر در زنجیره‌ای تشکیل می‌دهند که جوان مرموز اناجیل، یوسف، متترون و مهدی را به هم متصل می‌کند. خواه کسی این تفسیر را بپذیرد یا نه، همگرایی این سنت‌ها چشمگیر است. آنچه به عنوان تلاشی برای هویت بخشی به جوانی بینام در روایت انجیل آغاز شد، از طریق تیپ شناسی کتاب مقدسی، روایات اسلامی و سنت‌های عرفانی یهود به شخصیتی رسیده است که بارها و بارها با همان ویژگی‌ها ظاهر می‌شود. یک جوانی نجات دهنده پنهان و کسی که هویت واقعیش تنها در زمان مقرر شناخته می‌شود. آنچه از این سنت‌ها پدیدار می‌شود، همگرایی قابل توجهی از ایده هاست. بر اساس منابع یهودی بیشتر ذکر شده، یوسف با روح خنوخ مرتبط شد که در سنت بعدی یهود با متترون یکی دانسته می‌شود. این ارتباط توضیحی ممکن برای هویتی فرشته‌وار منسوب به یوسف ارائه می‌دهد و پلی بین یوسف و شخصیت مرموز فرشته‌وار موجود در روایت انجیل ایجاد می‌کند. سنت‌های پیرامون متترون به دلیل دیگر نیز به همان اندازه قابل توجه هستند. در ادبیات یهود متترون اغلب با عنوان جوان خوانده می‌شود. همین عنوان بارها در طول بررسی ما ظاهر می‌شود. گزارش‌های انجیل از جوانی سخن می‌گویند. جانشین عیسی به عنوان مردی جوان توصیف شده است. شخصیت مرموزی که در آرامگاه یافت می‌شود مردی جوان است و سنت‌های اسلامی درباره مهدی نیز از جوانی از نسل هاشم سخن می‌گویند که در روزهای پایانی مؤمنان را رهبری خواهد کرد. در این نقطه الگویی پیوسته پدیدار شده است. جوان مرموز اناجیل با فرشته جسیمانی پیوند داده می شود. فرشته با جانشین عیسی پیوند داده می شود. جانشین از طریق سنت‌های اسلامی به یوسف پیوند داده می شود. یوسف از طریق تیپ شناسی کتاب مقدسی به عیسی و از طریق روایات اسلامی به مهدی پیوند داده می شود. و نهایتاً سنت‌های عرفانی یهود
توضیحی ممکن برای اینکه چرا یوسف میتواند هم به عنوان یک شخصیت فرشته‌وار و هم به عنوان یک جوان ظاهر شود ارائه می‌دهد. به طور مجزا هر یک از این سرنخ‌ها ممکن است غیر قطعی به نظر برسند. با این حال وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند زنجیره منسجم را تشکیل می‌دهند که به یک جهت واحد اشاره دارد. شواهد ارائه شده در سراسر این پژوهش نشان می‌دهد که متون کتاب مقدس و اسلام آثاری از شخصیتی پنهان را حفظ کردند که هویت او تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. جوان مرموز، جانشین عیسی، یوسف پسر یعقوب و مهدی موعود نه به عنوان افراد جداگانه بلکه به عنوان تجلی‌های همان حقیقت نبوی که از طریق سنت‌های مختلف و در زمان‌های گوناگون تاریخ مقدس دیده شده‌اند ظاهر می‌شوند. خواه کسی این نتیجه گیری را بپذیرد یا نه، همگرایی این سنت‌ها انسان را به تأملی جدی فرا می‌خواند. آنچه به عنوان معمای جوانی بینام که به شب گریخت آغاز شد، ممکن است در نهایت به هویت کسی راهنمود شود که هم کتاب مقدس و هم سنت اسلامی وعده می‌دهند که در پایان روزگار ظهور خواهد کرد. اما چرا انجیل بر جامه یا لباس تاکید می‌کند؟ در زبان نمادگرایی مقدس جامه اغلب نمایانگر خود بدن است، پوشش ظاهری که روح بر تن می‌کند. این درک در سنت اسلامی نیز منعکس شده است. امام صادق علیه السلام فرمود تولد امام و مرگ او نه تولد است و نه مرگ، بلکه مانند مردی است که پیراهنی می‌پوشد و هرگاه بخواهد آن را از تن بیرون می‌کند. عیسی نیز فرمود هیچ کس آن را از من نمی‌گیرد بلکه من خود آن را می‌نهم. اختیار دارم که آن را بنهم و اختیار دارم که دوباره آن را برگیرم. بنابراین بدن را می‌توان به عنوان جامه‌ای که روح بر تن می‌کند درک کرد. همان گونه که انسان ممکن است جامه‌ای بپوشد یا آن را از تن بیرون کند. روح نیز مدتی در بدن ساکن می‌شود و سپس از آن خارج می‌شود. وقتی از این منظر نگریسته شود، تأکید مکرر بر جامعه برجامانده معنایی عمیق‌تر پیدا می‌کند. آن جوان صرفاً نمی‌گریزد و تکه پارچه‌ای را بر جای نمی‌گذارد. به طور نمادین جامه به خود بدن اشاره دارد، آن ظرف زمینی که بر جای گذاشته می‌شود. بر اساس این تفسیر عیسی از مصلوب شدن گریخت و شباهت جسمانی خود را بر جای گذاشت تا گرفته شود و به جای او به دار آویخته شود. آنکه ماند رنج صلیب را تحمل کرد و جام سرکه را نوشید در حالی که خود عیسی از دست دشمنانش نجات یافت. این مضمون نجات از طریق جانشینی مختص روایت انجیل نیست. بسیار بیشتر در داستان ابراهیم و پسرش پیش نمایش داده شده است. هنگامی که ابراهیم آماده شد تا پسرش را در اطاعت از خدا قربانی کند، قربانی منصرف شد و دیگری به جای او فراهم گردید. پوچی به عنوان فدیه ارائه شد و جان پسر برگزیده حفظ گردید. تشابه چشمگیر است. در هر دو روایت پسر محبوبی از مرگ از طریق مداخله الهی نجات می‌یابد و دیگری به عنوان فدیه می‌شود. پسر ابراهیم نجات می‌یابد و قوچی به جای او قربانی می‌شود. به همین سان عیسی نجات می‌یابد در حالی که دیگری سرنوشتی را که برای او در نظر گرفته شده بود تحمل می‌کند. در هر مورد خداوند بنده برگزیده‌اش را از طریق جانشینی حفظ می‌کند و آنچه را که قربانی به نظر می‌رسید به تجلی از رحمت و نجات الهی تبدیل می‌سازد. خب فصل اول این کتاب تموم شد. من سعی کردم که کل فصل رو برای شما بخونم تا وقتی که فصل دوم و بقیه فصل‌ها بیاد بیرون منتظر بقیه این کتاب باشید، چون در حالت عادی نمیتونید این کتاب رو از هیچ جایی پیدا کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.